دیروز رئیس شهر خوجا معروف محمدزاده با منزل سابقه‌داران عقیبگاه جنگ بزرگ وطنی از جمله مظفر باباجانوف، محمد قاضیев و واحد جورایف تشریف آورده ایشان را به مناسبت 27 سالگی تأسیس یابی قواهای مسلحه جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفت. با یادت شدگان از نام اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوق رجب‌های احمدزاده پیام شادباشی و موادهای نیازی اولیه رسانده شدند. تاکید کرد که با دستگیری پیوسته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، فعالیت قسم‌های نظامی و آمادگی جنگی افسران و سربازان سال از سال تقویت یافته، این نهادی با نفوذ همچون نیروی توانای حربی، امنیت و منفعت‌های تاجیکستان صاحب استقلالمان را سربلندانه حمایت می‌نماید. عیادت شدگان از این توجه غمخوری به حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عرض سپاس نموده در حق دولت و ملت و مردم سربلند کشور دعای نیک کردند. تاکید شد که ما همگان شکرانه وحدت و امن و آسایشگی وطنی عزیزمان نموده در اطراف راهبر دولت سرجم باشیم و برای ساختمان بزرگ استقلالیت خشتی سازنده گذاریم.